به نام خدا سلام میکنم به بینندگان عزیز سایت و اپلیکیشن آنتن. تور پیش فصل بارسلونا از این لحظه شکل و شمایل جدیتری به خودش میگیره. مصاف با ویسل کوبه، اولین محک جدی شاگردان هانسی فلیکه. بازیکاری بازیکنان بارسلونا، یامال. من احساس میکنم یه تغییری هم شاید در ترکیب بارسلونا انجام شده باشه. یه پاس، یه حرکت، فرصت هست برای بارسلونا. یک شوت دیدنی که خطرناک از کنار دروازه ویسل کوبه به بیرون رفت. رافینیا بود که این ضربه رو زد. یه شوت مهلک رو دیدیم، شوت پای چپ رافینیا، زوزه کشان از کنار دروازه ویسل کوبه به بیرون رفت. اوج بگیره، ارسال بلندی که انجام شد، فرصت هست برای بارسلونا. گل اول، حساب کار 1-0 شد به سود بارسلونا. گارسیا بود که دروازه ویسل کوبه رو هدف گرفت و در نهایت گل اول تیمش رو زد. بارسا یه قدریه و فکر میکنم این فصل یکی از مدعیان کسب لیگ قهرمانان اروپا باشن. کورنری که ارسال شد، فرمین فرستاد به دهانه دروازه، اونجا کمی کار گره خورد. خود گارسیا هم ضربه سر اول رو زد، در ادامه گاوی و بعد گارسیا بود که ضربه نهایی رو زد. فکر میکنم توپ به دستان یکی از بازیکنان بارسلونا برخورد کرد. حالا باید ببینیم از دید داور پنهان میمونه یا نه. فعلا گل اول بارسلونا زده شده. فعلا چیز خاصی از تیم ویسل کوبه ندیدیم. قابل پیش بینی هم بود. ساساکی پاس رو به عقب داد. حالا یه فرار آغاز شده از سمت چپ توسط هیروسه. گارسیا رو در مقابل خودش میبینه، خطر نمیکنه، پاس رو به عقب میده. یه پاس عرضی زیبا، فرصت هست برای ویسل کوبه. حرکت تیمیشون عالی و میتونن گل اولو بزنن. گارسیا نذاشت. اما تمرکزشون روی مالکیت توپ نیست صرفاً مثل تیم‌های پپ. یه توپ روبایی انجام شد، موقعیت هست برای ویسل کوبه. هدف زدن گل اوله که تیک نخورد و گارسیا توپو گرفت. همچنان فرصت هست برای ویسل کوبه. 1-1 مساوی. موقعیت اول از دست رفت، اما در صحنه دوم دست به کار شدن بازیکنان ویسل کوبه و حساب کارو 1-1 مساوی کردن. اینجا بود که کوبارسی مرتکب یک اشتباه مرگبار شد. گارسیا توپ اولو گرفت، مجددا توپ رسید به بازیکنان ویسل کوبه و در نهایت گل تساوی زده شد. این واکنش گارسیا عالی بود، اما توپ دوم رو هیچ جوره نمیتونست مهار کنه. دست به کار بشه. خیلی خوب یامال و خونسا کردن. 1 دقیقه وقت اضافه گرفته شد و یه ضد حمله دیگه برای ویسل کوبه. پاس که ارسال شده، گارسیا توپو قطع میکنه. همچنان موقعیت هست روی توپای برگشتی. دو هافک میانی بارسلونا عملکرد خوبی نداشتن. ببینیم از این موقعیت چگونه استفاده میکنن. ضربه‌ای که میاشی رو زد و از بالای دروازه به بیرون رفت. رسیده و با فرم خوبی دارن به مصاف بارسلونا میرن. توپی که بلند فرستاده میشه سمت چپ. رشفورد تاثیر رو گذاشت. لواندوفسکی پاسش نرسید به رشفورد. همچنان موقعیت هست برای بارسلونا. این بار از سمت راست یک شوت زده میشه به سمت دروازه ویسل کوبه. تأثیری که مدافع گذاشت، توپ خطرناک از بالای دروازه به بیرون رفت. باردگی دروازه ویسل کوبه رو هدف گرفت. انگیزه های زیادی داره خرید جدید بارسلونا. تورنت مجددا کاسادو یه پاس بلند و ارسال میکنه. فرار دنی اولمو کنترل انجام شده. دنی اولمو ضربه رو میزنه و توپش در چارچوب نیست. گزینه حق خرید رو دارن، میتونن فعالش نکنن، اما باید مبلغی رو بپردازن به منچستر. کنده یه حرکت آغاز کرد از سمت راست، حرکت تیمی عالی. دنی اولمو، رشفورد ضربه رو میزنه و گلر تیم ویسل کوبه توپو مهار میکنه. به خاطر شما بینندگان قطعا خواهم گفتش که
کدام بازیکن؟ حالا یه پاس رو به جلو، فرصت هست برای بارسلونا. روبرت لواندوفسکی، ماشین گلزنی بارسایی توپو در اختیار داره خود روبرت لواندوفسکی. ضربه‌ای که رونی میزنه و دروازه ویسل کوبه رو باز میکنه. حساب کار 2-1 شد. این گل قشنگی بود. بسیار زیبا کار کردن شاگردان هانسی فلیک. این صحنه بود که لواندوفسکی یه پاس دیدنی رو داد به رونی، مکس نکرد و ضربه رو زد. یک صحنه زیبا رو رقم زدن این دو بازیکن و گل دوم بارسا هم زده شد. بارسا میخواد این دیدار رو ببره. واقعا لواندوفسکی پاس قشنگی داد. فرانکی دیونگ، پاس رو به جلو. دنی اولمو، پاسکاری که شکل گرفته بین بارسایی ها. داریم موقعیت میبینیم، همچنان فرصت هست برای بارسلونا. رونی پاس رو به عقب، ضربه‌ای که زده شد خطرناک از بالای دروازه ویسل کوبه به بیرون رفت. روزهای خوبی رو پیش روی خودمون ببینیم. کنده که بلند فرستاده میشه. دنی اولمو کنترلش قشنگ بود. اگر ضربه رو میزد قشنگتر میشد و اینم گل سوم. دنی اولمو گل نزد، اما ورودی جدید بارسایی ها حساب کار رو 3-1 میکنه. گلی که از پشت محوطه جریمه زده شد و پدرو فرناندز دروازه ویسل کوبه رو برای بار سوم باز کرد. این گل زدن ها برای بارسا ادامه دادن راه مسی و ژاوی و اینیستاست. یه گلی که پشتش یه تمدنه و بارسا نشون داده با تکیه به جوونهاش باز هم حرفها برای گفتن داره. اینجا اگه دنی اولمو میچرخید و خودش ضربه رو میزد قشنگتر میشد، اما در ادامه پدرو فرناندز بود که دروازه ویسل کوبه رو برای بار سوم باز کرد. گلش هم قشنگ زد. بازیکن 17 ساله بارسایی ها توپو فرستاد کنج دروازه ویسل کوبه. خوشحالی هانسی فلیک. دامنم سوت پایان بازی رو زده. بارسلونا اردو پیش فصل خودش رو با یک پیروزی آغاز میکنه. اونا 3-1 ویسل کوبه رو در هم کوبیدن.